درود دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. یه دیاگرام تک خطی مربوط به DC شارژر 110 ولت DC رو میبینیم. میخوایم از قسمت ورودی تا لودمون رو با هم دیگه چک کنیم. یه رکتیفایر A داریم که ورودیشو از سویچگیر 400 ولت AC مون میگیره که مشخصاتش رو نوشته AC ساپلای، تگ SSDCH201A و همچنین یکی دیگه از باس نرمالمون گرفته شده به اسم SSDCH201B. یکیش از خط امرجنسی، یکیش از نرمال، که هر کدوم اگه از مدار خارج شد اون یکی بتونه لودمون رو تغذیه کنه. دوتاشون هم مسیرشون یکیه، فقط دوتا رکتیفایر دیده که هر کدومشون که موردی پیش اومد واسش اون یکی بتونه لود رو تغذیه کنه. خب تجهیزاتی که به کار برده سری ادوات اندازه‌گیری هستن. کلید ورودیمون هست، ترانس سیمپیچه و رکتیفایر برای که AC رو به DC تبدیل میکنه. دیود داریم، سری ادوات الکترونیک و الکترونیک قدرت داریم که حالا داخل این هم به صورت کلی نیاورده و نمایش بده. میاد خط وقتی اومد سمت بالا میره سمت QBB باتریمون، میاد سمت باتری بانک و اونجا اون رک مربوط به باتریمونه که میره شارژ میکنه که 86 تا سل داره تعداد باتری ها، که حالا تو مودای مختلف شارژ مثلا فلوت حالا اینجا داریمشون، بوست یا اکولایز ولتاژشون متفاوته. مثلا 86 اگه ضرب در 1.4 کنیم ولتاژ مربوط به فلوت به دست میاد، 1.55 ولتاژ 133.3 مربوط به بوست و اکولایز هم 1.65. مینیمم ولتاژی هم که بهمون میده 98.99. این برام این مشخصاتش رو نوشته، تایپ باتری هامون چی هن و تعدادشون 161 آمپر ساعت، 32 آمپر، 120 دقیقه و بهمون لود تغذیه میکنه که اگه آمپر کامل ازش بکشیم. اون یکی رکتیفایر هم به همین صورت میاد میره سمت باتری و هر کدوم از اینا با هم اشتراک پیدا کردن سمت لود میرن. اگر ما هر کدوم از ورودی هامون از دست بدیم از طریق اون یکی میتونیم لودمون رو تغذیه کنیم، اگه دوتا رو از دست بدیم از طریق این باتری ها میاد و لود رو تغذیه میکنه. این هم از نمای کلی مربوط به یه DC شارژر. موفق باشید، خدا نگهدار.